президент توجیکستان امامعلی رامون روز 15 اپریل سال 2024 در هیئت حکومتش با چندین تغییرات کادری به عمل آورده، از جمله رئیسان شهر ایسور و نویه شامنصور شهر دوشنبه را عوض کرد. با فرمانهای پرزیدنت بلال ابراهیم با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نویه شامنصور برکنار و به جای او عالمزاده سفر اجرا کننده وظیفه رئیس نویه پایتخت تعیین شد. درباره به کدام کار دیگر گذاشتن بلال ابراهیم یگان معلومات داده نشده است. اسم بلال ابراهیم 2 سال پیش در رابطه با جنجال بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدن ژورنالیستان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی ورد زبان شد. این دو ژورنالیست جوان را محض بعد نشر گزارش‌های تنقیدی از نویه شامنصور مقامات حفظ حقوق امین نویه دستگیر و به ضدشان پرونده گشودند. اما در حالی که سبب برکناری بلال ابراهیم در فرمان پرزیدنت با سبب به کار دیگر گذاشتن گفته شده است، امامعلی رامون قاسم رهبر را از منصب شهرداری ایسور بدون یگان شرح و بعد همگی 2 سال کارش در این مقام برکنار کرد. قاسم رهبر از وظیفه رئیس شهر ایسور آزاد کرده شود. کوتاه گفته شده است در متن فرمان پرزیدنت سبب با چنین طرز و به وعده به کار دیگر گذاشتن برکنار کردن قاسم رهبر فعلا 60 ساله که از اعضای سابقه دار تیم امامعلی رامون به شمار می رفت معلوم نیست. به جای او نصیرزاده جبار اجرا کننده وظیفه رئیس شهر ایسور تعیین کرده شد. جبار ناصرزاده تا امروز معاون یکم وزیر کشاورزی تاجیکستان بود. ناصرزاده 15 میلیون سال 1971 در جماعت دربت نویه ایسور به دنیا آمده. سالهای زیاد باعث بوغالتر اقتصادچی در سفخوز به نام دزرژینسکی کار کرده است. او سال 2010 در سن 39 رشته اگرونومی دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را ختم کرد و سال 2016-2019 سردار ریاست کشاورزی ایسور و سال 2019 معاون اول وزیر کشاورزی بود. جبارزاده در قریب 10 سال آخر نخستین کادر خود ایسور است که به مقام شهردار می رسد. سالهای آخر رهبری شهر ایسور را زادگان خوجند، شریف جان جمعزاده و قاسم رهبر در دست داشتند. 2 سال پیش در یک حسابات بانکی در شویتزاریا 9 میلیون دلار داشته قاسم رهبر آشکار شده بود. خود قاسم رهبر در مصاحبه با خبرنگاران نشریه SSR این را تصدیق کرد، ولی گفت که گویا خود او از اصل گپ بیخبر یک قلاب هنگام تبعات وی در شویتزاریا از نامش در بانک حساب گشوده به اون 9 میلیون دلار گذرانیده است. امامعلی رامون روز 15 اپریل سال 2024 با امضای قرارهای حکومت همچنین نعیمی علمخان قادریان را با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون دیرکتور اگنتی سقراطی اجتماعی و نفقه نزد حکومت تاجیکستان آزاد و به جای او جلالزاده فردوس محمد مراد را به این مقام تعیین کرد. همین طور وکیل پارلمان رحمانزاده ظاهر فیضعلی رکتور دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و رحمان اسلامیدین خیردین سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان تعیین گردیدند. اسلامیدین رحمان که همگی 41 سال دارد و پسر برادر فقید پرزیدنت نوردین رحمان است تا چند ماه پیش رئیس نویه دنقره بود.